مادران را صدا میکنم ای مادر و ای خواهر مسلمان، این حدیث پیغمبر رو بالای دروازه جاگه خوابی که همو خانه هستی بالای همو خانه این حرف پیغمبر رو نویست که پیغمبر گفتن اول نشانه زن جنتی این 5 وقت نماز است. مادران چرا بی نماز میگردید؟ چرا عمرهای زیبای خود را تلف میدی؟ اون عمر چیزی ساده نیست. این جوانی میگذره، یک روز پیری میآید. وقتی در جوانی چیزی را نه یاد نگرفتی پیری بسیار شرمنده میشه. به این خاطر دویم نشانه زن جنتی پیامبر خدا گفتن یعنی ماه شریف رمضان آمد روزه داره، سوم شرمگاه خوش از مردان بیگانه محافظت بکنه. امروز باید مادر و خواهر مسلمان ما با شرم و با حیا باشه. اون جوانان گرگ صفت و گرگ چشمی که امروز دختران ما را حرام کرده و رسوا و به آبرو میکنن، هیچگاه گوش آنها کردن در حرف آنها را، کلمات آنها را گوش کردن در کانش. برعکس باید که مادر مسلمان پیامبر خدا میگن صلی الله با شرم و با حیا باشه. نخواه مادر تاجر کوچه برآمده نفس خودش با 50 و 60 سامانی در معرض تماشا، نخواد دیگر جوانان را به بی‌حیایی دعوت بکنن. چه مصیبت وزنی، چقدر مصیبت. مسلمان باید از این غجدی ها، از این افلاسی ها خوش کن. تو دخترکی زیبا به خانه عروس شهرداماد که میره، روی مال زیبای مادری تأثیر دور نکن، یعنی کوشش بکن. فقط نزد خدا میره، نزد فاطمه دختر رسول اکرم، نزد مادرمان عایشه میره، چقدر روبرو میشه در صورتی که حیا و عفت نداشته باشه. و چهارم نصیحت من برای این دخترک زیبا حرف پیامبر خدا صلی الله است که پیامبر خدا گفتن احترام شوهرش بکنن. شوهر تو این جوان نازنین دوست دار، این جوان نازنین از همه چیزی قیمت برای خودت میشه، حتی از پدر، مادر، اکا و دادر و تقا و دیگران آنها هم حق دارند. لکن پیامبر گفتن اعظم الناس حق علی المرأة زوجها، از همه حق وزنین در بالای زن پیامبر خدا گفت این شوهر داره، حتی دیگران نی. حتی پیامبر در دیگر حرفشان فرمودن اگر خدا غیر خود سجده کردن اجازت میداد، هر آینه زنها را امر میکردن پیش پای شوهر سجده بکنن. وای به حال اون مادر یا اون خواهری که با شوهرش گپ میگردانه، شوهرش بی قیمت میکنه، شوهرش مانند پیتا و بعضی شوهرها بیچاره قدر ندارن، حتی از در میداره عیال پیشش نمیخیزه. فردا اون زن به عذاب خدا گرفتاره. او زن گمان نکنه که من خوب کردم، برعکس خوش رسوا و شرمنده. پیامبر خدا میگه روزی شود و همون شوهر به بیماری گرفتار شود که تمام بدن او زرداب چکان باشد. اگر زن حق داره که با زبانش او را تازه بکنه، حتی حق شوهری هم اینجا کنده نمیشه. صد افسوس بالای او زنا، برای اون خواهرانی که امروز شوهرها را وقتا بی قیمت کردن، خوشان هم بی قیمت شدن، بی آبرو شدن. نخواد دختر تاجیک امروز 30 سم قدر داشته باشه. مصیبت بین از این پستر و افلاستر نمیشه. امروز در سایت های اینترنتی بود که 50 80 سم خرب داشتن، چند وقتی سن خربشون دزمی زده، هیچ که دیگه. یعنی تا به جای اشته که جهان امروز همه بیماری سپید حرامی افلاسی دیگه همه میترسی که نزدیک. یعنی وای به حال اون مادر مسلمانی که به این غجدی رو میاره و جامعه را هلاک میکنه. پس گفتنی است مادران و خواهران مسلمان از خدا ترسید، بازگشت بکنید، توبه بکنید، دست دامن خدا زنید. اگر توبه امروز کردی، از امروز شنیدم، پس توبه بکن، خدا توبه کنندگان رو دوست می‌دارد. و دیگر نصیحت این که یعنی خسر و خوشتامنت دوست دار و حرمت کن وقتا میری خانه آنها. نشود که گردن قفسی یا سبب یعنی جدا شدن از شوهر همین است که دل خوشتامن و خسر رو به دست آورده نمیتونن بعضی عروسا. گفتنی هستم دخترکی زی وقتا میره کبر و غرور و منمنی یک طرف مانو خدمت بکن، از خدمت همه جا به همه جا میرسه. هیچگاه آدم از کار کردن مشکلی، برعکس کار کنی همون قدر زندگی مبارک میشه. و آخرین نصیحت برای خسر و خوشتامن هاست، گفتنی هستم از خدا ترسه. این دخترک زیبا که به خانه‌تان میره همچون دختری خود قبولش بکنی، نه یگام شخص بیگانه. او رو دوست دار، چقدر دختری خود دوست میداری، احترام بکن. بعضی کمبودیاشو دایره نزن، برعکس چیکار بکن، مربی شو. خوشتامن باید تربیت کننده شه. اون مادر این هم آینده مادر میشه. نخواه مادر بالای مادر ظلم کنه. واقعا که مادر باید رحمدیل باشه. گفتنی هستم مادران و خواهران از عذاب خدا ترسید.